این زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشت کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. اطراف شخصیت شما مثلا در آوان شروع جنگ شهروندی بحث‌های وجود داشتند در مابین جامعه تا حدی که شما رو به شروع آن متهم می‌دانستند. با تو هم مسئله شاعر و جمعیت و مردم از بس که با شاعر اعتقاد بسیار کلام بود و هست حضورم از با مخصوصا من گفتم که حتی ارد اگر قیمت شود میگن که ارد چه قیمت کرد این یک چیز است که مردم خیال میکنن که مثلا که ما گفتیم که همین فلانی را مثلا زن شوهرش زده است باید نزند خیال میکنند که من جرم من که همین طرف همین گرفتم. یه وقتی بود که از پشت رئیس جمهور اومدن من عرض میکردن سالهای 90 دا من اومدن از پشت رئیس جمهور عرض میکردن. یعنی من میخوام بگم که کی چی میگوید همه اینا تاریخ وقت در جوش میموند. هر کسی که چیزی که میخواد من شعری من بخواند گپ چی گفته است کی گفته است این گپ هزیان است. به هر صورت شما رو درد میگرفت همون وقتی که این گپ حاضر من درد میگیرد. سخن ما هم حالی هم سخن است. میدونی اون چیزی که سخن کرده میتونه یگان شمشیر در طول قرنها نکرده است. برای من هر چیزی که به شاعران میگن میچسبونن از ترس اون است که اگر مثلا برو از منبر دهان گاید اگر دیگه اون مردم جمع کردن نمیشه. ما هیچ وقت شاعر منبری به مقابل کسی نبودیم. من هدف سیاسی ندارم و نداشتم. من خنده میگیره. سیاست دین است. سیاست علم است برای آدمایی که آماده نیستن. اونایی که سیاست مثلا میخوان که مثلا با مقابل ما روانه کنن اگر باید یک مثل شعر ما رو بخونن و مثال بیارن که ما چی گفت. شاید هم سالهای 90 خیلی فعال بودید در پی مثلا بیدار کردن مردم. من هیچ کس بیدار نکردم. من خودم دایم بیدارم. من گفته شدم که من این گپایی که ما کسری بیدار کردیم نه جمعیت خودش پخته رسیده بود. ما هیچ کس ما گفتم که ما گپی همونا رو میگفتیم. ما اون چیزا میگفتیم که اونا میگفتن. من مثلا یگون فعال نبودم. من همیشه فعالم در ادبیات. برای هم خیلی میمونم تا مردن من که میگم که بعضیایی که میخوان که مثلا دهن شاعر بندن کاری بیهوده میکنن. برعکس ببینید سالهای 90 این زمان اوج خودآگاهی ملی بود. نه تنها ما تمام ایتو چرا نه ما هر چی که ما شعر با منبر برآوردیم بعد یفتوشنکو وزنیسینسکی رژدیسینسکی احمدولنا کازاکو بعد اینو ما خودمون نبرآمدیم اونا برآمدن بعد ما برآمدیم. ما از همون منبر سر کردیم. لیوا برداران شما بودید. آقا من نمیدونم چرا برداشتیم. میدونیم یگان شاعر لیوا برداشتم سنگر نمیره. بگذارید ما نسلی بودیم که ما شما رو میدیدیم. چون شما میدونید آنچه که ما نوشتیم شما اینو فکر میکردید. نه راست میگه شما. شما رو میدیدیم. ما نمیدونستیم که نه ما نمیدونستیم که ما میدونید میخوام که شما قطبریم سنگر. ما نه. شاهنامه میدونید شاهنامه رو 30 سال نوشت بعد مرد. برای چی مرد؟ گپش گفت مرد. ما گپ ملت را گفتیم که باید که زندگی کند. یعنی من میدیدم که جمعیت علاقه در جهت سیاسی باید گرش برخورده است. من نمیخواستم که یک جمعیت قشاق یک جمعیتی که نمیدونه چیکار در دنیا باید گرشو بر بخورن. کمونیست و ملا و عامی و اینو بعد اول باید که انسان احترام کنیم. من میخواستم که احترام انسان و محبت انسان رو به خودشون برگردونم. و چرا همین حرکت‌های ملی انا کامیاب نشدن؟ حرکت ملی هیچ وقت کامیاب نمیشه. برای چی؟ همون گروه سیاسیایی که هست همیشه کشته میشن. همیشه عیبین برشته میشن. همیشه ترسونده میشن. و حرکت‌های ملی اصلا در یگان جا کامگار نشدن. برای چی؟ برای که یک دسته آتش است. در یکی از همین مملکت‌های اروپا میگن که یک آفتاب مصنوعی ساختن نامش نمیگیرن هرچند که نشون داده. ببینید با آفتاب همیشه نیاز است. هر اون جایی که آفتاب نیست آفتاب مصنوعی میسازن. اما وقتی که یک دسته آتشه و خاموش کردن بسیار آسان است. اما آفتاب مصنوعی هم خاموش میکنن. اون آفتاب خاموش کردن نمیشه.